اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی رو که دنبال میکنیم در واقع میخوایم میبینیم از زبان قرآن پیامبران برای چی اومدن، چه اهدافی رو در جامعه بشری دنبال میکردن. اگر دوستان به 2 واژه تو قرآن رجوع کنن که در واقع برای بعثت پیامبران و ارسال رسولان هست، میشه این رو دریافت. واژه بعث به مفهوم برانگیختن و در واقع انگیزش هست و یه تعریف معنیش هم مرده زنده کردن است. یعنی جامعه مرده رو وقتی که بخواد زنده کنه درش بعث اتفاق میفته و یکی از اسامی روز قیامت هم یوم البعث، یعنی روزی که همه زنده میشه. بعثت یعنی در واقع این عملی که در جامعه انجام میگیره، در جامعه تحول صورت میگیره و این واژه‌ای است که برای در واقع پیامبران در قرآن به کار برده شده. و یکی هم واژه رسول یا رسول به معنی فرستاده هست و در واقع ارسال یعنی فرستادن و ارسال رسول یعنی فرستادن پیامبران از جانب خدا. این 2 واژه رو اگر در قرآن جستجو کنید، آیاتی که میاد تو اون آیه ها خداوند تشریح میکنه که چه اهدافی رو از فرستادن پیامبران داشته، که من در واقع 4 آیه ای رو که در برگیرنده این اهداف بوده از میون آیات آوردم اینجا. در واقع این 4 آیه در برگیرنده تمام اون آیات دیگری هم که خداوند برای فرستادن پیامبران و اهدافی که دنبال میکنن در بر میگیره. اولین آیه این هست که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. میگه او یعنی خدا کسی است که بعث برانگیخت یک فردی رو از میان این جمع برانگیخت فی الامیین، در میان امیین. امیین یعنی کسی که از مادر زاده شده، کسی که از یعنی مادر، امیین یعنی کسی که از مادر زاده شده. خب وقتی ما از مادر زاده میشیم در واقع بی سوادیم، دانشی نداریم. حالا اینجا خدا میگه هو الذی بعث فی الامیین. خدا در میان این بی سوادها، امیین، توده مردم، اگه بخوایم به زبان امروز بگیم توده مردم، یه فردی رو انتخاب کرد رسولا منهم، یه فرستاده رو از میان اونها انتخاب کرد. این توجه میده که پیغمبر در واقع اینجا چون آیه اختصاص به پیغمبر اسلام داره، پیامبران از توده مردم، از میان توده در واقع بی سواد برمیمدن و از جنس خود اونها بودن، یعنی میتونستن با اونها ارتباط برقرار کنن. طبیعی است که کسی که بتونه در واقع با مردم عادی ارتباط برقرار کنه، با طبقات بالا میتونه ارتباط برقرار کنه راحت‌تر، ولی مشکلی کار ارتباط با توده مردمه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. حالا این رسول اومده چیکار کنه؟ یتلو علیهم آیاته. اولین هدفی که پیامبران دارن این است که آیات رو، نشانه های خدا رو بر مردم تلاوت کنن. تلاوت کردن یعنی خوندن، گفتن. و این رو باید توجه داشته باشیم که در زمانی که پیامبر اسلام مبعوث شد و قبل از اون فرهنگ مردم فرهنگ شفاهی بوده، فرهنگ گفتن بوده و در واقع کلید ارتباط با مردم این تلاوت کردن، خوندن، باشون ارتباط شفاهی برقرار کردن بوده. یعنی اولین وظیفه پیامبر این بوده که با خوندن و گفتن نشانه های خدا رو به اونها نشون بده. ما قبلا هم تو جلساتمون بحث کردیم که آیه در واقع نشانه هست که آدم رو به مقصد برسونه. مثال هم زدم من قبلا که
در واقع قدیما که جی پی اس نبود، این کنار جاده ها یه تابلوهایی بود که مسیر رو مشخص میکرد. شما با نگاه کردن با این تابلو راه رو پیدا میکردی به اون مقصدی که میخواست بری. تمام پدیده های هستی از نظر قرآن آیه هست برای اینکه انسان رو به آیاتهی، به خدا برسونه. ما دو در واقع کتاب داریم. یکی کتاب هستی هست که همین طبیعت و انسان و اینا هست، یکی هم آیاتی که بعد در واقع بر پیغمبر وحی میشه. کتاب تشریع، یک کتاب تکوین هست، یک کتاب تشریع. پیغمبر اومده که این آیات رو بر مردم بخونه، یعنی توجهشون بده که آقا در این زندگی که ما الان رو اینجا داریم، این چیزهایی که ما میبینیم همه آیه هست برای اینکه ما رو به یه مقصد بالاتری برسونه. برای اینکه این آیه ها رو شما باید درش دقت کنید، مطالعه کنید، فهم کنید، ولی ازش عبور کنید. چون آدم بعضی موقع میتونه تو این آیه ها بمونه، تو راه بمونه. اینها راه هست که انسانو به مقصد برسونه. یتلو علیهم آیاته. این نکته بسیار بسیار مهمه است که انسان باید نگاهش به هستی، به زندگی عبور کردن باشه، مثل مسافر باشه. نه اینکه فکر کنه مقصد و زندگیش اینجاست، در اینجا بمونه. چون خیلی از آدم ها که متوجه این نکته نیستن، اینجا موندن رو در واقع هدف قرار میدن. پیغمبر اومده بگه که این زندگی، این هستی، همه اون چه که هست، اینها نشانه‌ای هست برای عبور کردن. ما در واقع نماز هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم. خدایا به ما راه مستقیم رو بده، یعنی باید در راه بود. این آیه ها نشانه هایی هستند که ما را در این راه پیش ببرند و به خدا برسند. یتلو علیهم. از اولین هدفی که پیامبران دنبال میکنن در واقع تلاوت این آیات است به گوش بشر، توجه دادن انسان ها هست به اینکه این کتاب هستی و حالا کتاب در واقع انسان، خود انسان هم یک کتابه و همین آیات الهی که ما میگیم در قالب قرآن هست، اینها همه برای این هست که آدم رو در راه بندازه، مسیر رو نشون بده، آیین زندگی رو در واقع به روی انسان باز کنه. این اولین هدفی است که پیامبران در واقع تعقیب میکنن تو زندگی انسان ها. و یزکیهم. خب حالا انسان تو راه قرار گرفته برای چی؟ دومین هدف اینه که انسان ها رو پاک کنه، تمیز کنه، از زشتی ها و آلودگی ها نجات بده. در سوره شمس خداوند وقتی که در مورد در واقع انسان میگه و نفس و ما سواها، میگه ما این نفس انسان رو، خلقت انسان رو آرایش دادیم، فالهمها فجورها و تقواها. به انسان ها تقوا یعنی زیبایی، پاکی و فجور، زشتی، ظلم رو الهام کرد. یعنی از نظر انسان شناسی قرآن، انسان یک موجود در واقع ترکیبیه، یه موجودیه که یه وجهش تقواست، یه وجهش فجوره. در ذات انسان این خمیره وجود داره، گرایش به تقوا، گرایش به فجور. حالا جایی هم که خدا در واقع میگه که و انسان رو ما از گل در واقع لجن همه مسنون، از لجن آفریدیم، آرایشش دادیم و نفخت و فیه و از روح خودمون درش دمیدیم. این همین فجور تقواست. یعنی انسان یه وجه زمینی داره، یه وجه لجنی داره و یه وجه روح خدا و یه وجه تقوایی داره. فالهمها فجورها و تقواها
قد افلح من زکاها. این تزکیه همونه، میگه کسانی که میخوان رستگار بشن اونهایی هستن که تزکیه میکنن خودشون رو، پاک میکنن خودشون رو، راه پاکی رو در پیش میرن. و قد خواب من دستها، و اونهایی که زیانکار میشن و در واقع زشتکار میشن اونهایی هم که به سمت فجور حرکت. پس هدف دومی که پیامبران در جامعه بشری دنبال میکردن این بود که جامعه بشری و انسانها رو از زشتیها، ناپاکیها، ظلمها، جورها رهایی بدن و به پاکی و در واقع تقوا برسونن. این تا اینجا ببینیم که این شفاهی هست، یعنی در واقع یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، جنس در واقع تعلیم و تربیت. و یعلمهم الکتاب، سومین هدف اینه که به انسانها آموزش کتاب بده. این یه فراز تازه‌ای هست خداوند میشمارد، یعنی اون فرهنگ شفاهی بود، اینجا میخواد بگه که پیغمبران یعنی حالا به خصوص گفتیم آیه مربوط پیغمبر اسلام فرهنگ مکتوب رو در جامعه رواج بده. میدونیم که در زمانی که پیامبر در عربستان در واقع بعثت کرد، میگن عدد در کل در واقع حجاز عدد آدمای باسواد به عدد انگشتان دست هم نمیرسید، برای اینکه در اون جامعه اصلا فرهنگ شفاهی بود. شعرا خب میدونید خیلی در واقع شعرهای زیادی داشتن و سالیانه یک بار یا دو بار جشنواره داشتن که شاعرها میمدن تو بازار عکاس شعر میخونن، ولی همه اینا شفاهی بود و هنر آدم این بود که بتونن در واقع این شعرها رو حفظ کنن و حافظشون رو در واقع چیز کنن. پیامبر یکی از کارهایی که کرد این بود که اومده یعلمهم الکتاب، آموزش کتاب بده، کتابت و نوشتن رو که میدونید یک نقش بسیار بسیار تعیین کننده در ساخت تمدن بشری داشته، اون رو انجام بده. و فراموش نمی‌کنیم که اولین آیه هم که بر پیغمبر نازل شد چی بود؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یعنی خدا، حالا توی تفاسیر در واقع مختلف نوشتن، ولی یه تفسیر اینه هست که میگن وقتی که خداوند در واقع پیغمبر رو به رسالت مبعوث کرد، یک پرده‌ای در اون جلوی غار حرا اومد و این آیات روش نوشته شد و پیغمبر خطاب کرد که اقرأ، یعنی بخون. خب پیغمبر که سواد نداشت و بعد میگن خب پیغمبر همینطور که چیز بود سواد نداشت، چیز متحیر نمیتونست بخونه و مونده بود. دوباره خطاب اومد که اقرأ، باز پیغمبر میگن نتونست و دفعه سوم خلاصه اون حالتی که حالا میگن در موقعی که به پیغمبر وحی میشد، پیغمبر از حالت طبیعی خارج میشد، اون حالت بهش دست میده و شروع میکنه به خوندن. اقرأ بسم ربک الذی خلق. دکتر شریعتی تفسیر خیلی زیبایی داره توی کتاب اسلام شناسی، میگه این اقرأی بود که جامعه بشری رو وارد یک دوره تمدنی جدید کرد و از یک جامعه بدوی وحشی تونست یک تمدن بزرگ بسازه. این اقرأ انقدر تونست در تاریخ نقش بافته، یعنی خوندن و کتابت چیزه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اینا همه در واقع کلیدواژه‌های فرهنگ مکتوبه. و یعلمهم الکتاب یعنی پیغمبر اومد این جامعه رو وارد یک فرهنگ جدید و یک دوره جدید بکنه. و خب ما میدونیم در واقع توی بعد که پیغمبر در مدینه او رو جنگ کرد، یکی از کارهایی که در واقع باعث میشد اسرا رو آزاد کنه اینه که اسرایی که سواد داشتن میگفت شما اگر یک نفر رو با سواد کنی آزاد میشی. و اولین کتابی هم که حالا در واقع میشه گفت که مکتوب نوشته شد در جامعه عربستان همین قرآن بود. قرآن اون اسمش هم هست
قرآن یعنی خواندنی و معجزه پیامبر هست، این کتاب در واقع پیامبر اومده که این کتاب و کتابت رو در واقع به مردم یاد بده و یعلمهم الکتاب. پس این سومین هدف پیامبر بوده، گسترش علم و دانش و کتابت. کتابت چرا در تمدن سازی نقش داره؟ برای اینکه انباش تجربه میکنه. یعنی با کتاب هست که ما به تمام تجربیات گذشته بشری میتونیم دست پیدا کنیم، در حالی که تو فرهنگ شفاهی اون چه که از گذشتگان بود چون حفظ نمیشد، پایدار نمیموند، از دست میرن. و دلیل رشد در واقع بشر هم همین کتابت بوده که حالا به خصوص توی حساب قرن ماها که فرهنگ سمعی و بصری شده، چون باز جامعه شناسات جامعه رو تقسیم میکنن به فرهنگ سمعی، فرهنگ بصری، فرهنگ سمعی و بصری. الان دوره فرهنگ سمعی و بصری هست، یعنی ما هم از راه گوش هم از راه چشم با همه در واقع امکاناتی که به وجود اومده داریم استفاده میکنیم. این در واقع رشد تمدنی که در سایه کتابت و انباشت دانش بوده باعث شده که به خصوص در نیمه دوم قرن 20 بدون رشد علم به شدت افزایش پیدا کرده، به گونه‌ای که در واقع میگن تابع رشد علم یه تابع نمایی هست. یعنی یه ابتداش خیلی تلکه ولی یه دفعه اوج میگیره. الان توی اون قسمت در واقع سعودیشه و مثلا میگن در نیمه اول قرن تا قبل از نیمه اول اگر هر 50 سال علم 2 برابر میشد، از بعد از در واقع 1950 به بعد این کم شده. مثلا تا 1980 مثلا هر 10 سال 2 برابر میشه، بعد از 1980 میگن حالا هر 5 سال علم داره 2 برابر میشه و این زمان هی داره. اینا همش در سایه در واقع اون کتاب بوده، یعنی فرهنگ مکتوب بوده که تونسته چنین تمدن سازی بکنه. بنابراین یکی از مهمترین اهدافی که پیامبران داشتن و به خصوص اینجا خطاب به پیامبر اسلام اینه که یعلمهم الکتاب، علم و دانش رو در واقع در جامعه توسعه بده. حالا اگه برگردیم مثلا ما جوامع اسلامی رو ببینیم، به خصوص بعد از قرن 4 و 5 که دوچار انحطاط شدن، متاسفانه یکی از مشکلات همین بود که از این فرهنگ رو برگردوندن. حالا مثلا به خصوص حالا حتی در کشور خودمون ایران که مثلا یه دوره اصلا میگفتن زنها که علم نیاموزن و مردها اون امکانات و دانشی که بتونن در واقع سواد آموزی داشته باشن نبوده. مثلا حالا بخوام خیلی بگم در دوره مشروطه، یعنی حدود 150-60 سال پیش تو ایران 1% مردم ما با سواد نبودن. این تصورشو بکنید. و این عقب افتادگی که در واقع جوامع اسلامی بهش دوچار شدن همش در حالی که در قرن 3 و 4 که اوج تمدن اسلامی است، خب میزان باسوادی و آدمایی که در واقع دانشمند بودن در جهان اسلام خیلی چهره بودن. اون موقع الان تاریخ هم می‌خونید می‌بینیم که چقدر حوزه‌های علمیه بوده، چقدر. برای میخوام بگم این یعلمهم الکتاب یک بحث، یک هدف اصلی پیامبران. بله حکمت، که بعد از کتاب آموزش حکمت. چه فرقی هست بین آموزش کتاب و آموزش حکمت؟ چون حکمت هم به مفهوم دانشه، به مفهوم داناییه. بخوام ترجمهش کنم خوب، حکمت یه نوع روشنفکریه، یه نوع روشنبینیه، یه نوع آینده نگریه. یعنی با دانش یه کمی فرق میکنه، با به خصوص کتاب خوندن یا چیزه. مثلا
شما میبینید که یک کسی هست که توی رشته علمی خیلی درس خونده و متخصص و صاحب نظره، ولی تو مسائل اجتماعی، توی روش زندگیش اصلا هیچ چیز نداره، چی بگم، توجهی نداره. این فاقد حکمته. یعنی حکمت یه نوع جهانبینی به آدم میده که نسبت به اطرافش، نسبت به زندگیش، نسبت به حتی طبیعت یک حس و حال ویژه داره. چطوری بگم، این دغدغه زندگی با دیگران رو داره. یعنی اینطوری نیست که فقط به خودش فکر کنه. این همیشه به سرنوشت جامعه، به سرنوشت بقیه انسان‌ها حساسه. الزاماً هم این نیست که حتما طرف سواد داشته باشه. یعنی شما ممکنه که یا آدمی باشه که بی سوادم باشه، کم سوادم باشه، ولی آدم روشن فکری باشه. ولی یا آدمی هست که سواد داره، تخصصم داره، ولی روشن فکری نداره، حکمت نداره، نسبت به دیگران، سرنوشت دیگران، حتی سرنوشت خودش خیلی توجهی نداره. این نمیدونم چقدر تونستم فرق اینا رو بگم. حکمت یه حس و حالی به آدم میده که دائم در حال نگرش به دیگران باشه، دائم در حال پرسجوی احوال دیگران باشه، زندگی خودش رو با زندگی دیگران پیوند بده و تنها به راحتی خودش، به آسایش خودش و به منافع خودش فکر نکنه. حکمت دایره در واقع زندگی آدم رو توسعه میده و انسان رو با دیگران هم سرنوشت میکنه. این بسیار بسیار مهم است و یعنی پیغمبر میگه که باید آموزش حکمت داد به مردم، باید انسانها رو طوری پرورش داد که این انسانها خارج از دایره فردیشون، منافع شخصیشون به زندگی نگاه کنن و خودشون رو با همه دیگران، با جامعه هم سرنوشت بینن. دائم دغدغه زندگی و در واقع آسایش دیگران داشته باشه. حالا یه حدیثی هست که در واقع این حکمت در سایه همون تزکیه نفس، در سایه آموزش در واقع چیز میشه که حدیثش اینه، میگه من اخلص لله 40 صباحا فینابی الحکمت من قلبه علی لسانه. میگه اگه کسی خودش رو تونست برای خدا خالص کنه 40 روز، من اخلص لله 40 صباحا بله ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه. میگه اون موقع است که این حکمت از قلب این آدم میاد به زبونش. خیلی مقام خلاصه در واقع مقامی است که انسان بایستی بتونه با تزکیه نفس بهش برسه. این 4 تا هدفی بود که در این آیه خدا گفت. آیه بعدی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. 3 تا هدف رو انجام. یک شاهد، یه پیغمبران اومدن که شاهد باشن. شاهد به مفهوم ناظر، به مفهوم الگو، به مفهوم اسوه. یعنی جامعه بشری نیاز داشتن به یک الگوها و اسوه هایی. تو آیات دیگه قرآن هست که خداوند میگه ما هیچ قومی رو مجازات نمی کنیم مگر اینکه یه رسولی رو براشون فرستادیم که این رسول حجت ماست. یعنی پیامبران اومدن تا حجت، ملاک، معیار ارزشیابی جوامع باشن. پیغمبر یک شاهد، یک الگو برای جامعه بشری است. یعنی با این الگو جامعه بشری محک زده میشه، ارزیابی میشه، سنجش میشه. حالا تو روز قیامت که خب سر جاشه. یه آیه‌ای داره میگه و کذالک امتا وسطا لتکونوا علی الناس شهدا و یکون الرسول علیکم شهودا.
این آیه خیلی آیه مهمی. میگه پیامبر بر شما شاهده، ولی میگه امت مسلمون و کذالک امتون وسطا. میگه امت مسلمون باید امت وسط باشه، لتکونوا شهداء علی الناس. این امت وسط باید برای بقیه جوامع، برای بقیه مردم عالم شاهد باشه. لتکونوا شهداء علی الناس. حالا نمیدونم چقدر بالاخره ما تونستیم در این در واقع جایگاه قرار بگیریم. و یکون الرسول علیکم شهودا، یعنی امت وسط که امت مسلمان هست الگوش پیامبره. پس یکی از مهمترین در واقع اهدافی که پیامبران اومدن و داشتن این است که خودشون الگو هستن برای بشر. و لکم فی رسول الله اسوة حسنه. خدا میگه بهترین الگو و نمونه برای پیروی برای شما پیامبر هست. شاهد دوم، یعنی هدفی بعد و مبشر. یکی از کارهای پیامبران بشارت دادنه، بشارت دادن به کارهای خوب، بشارت دادن به زندگی در واقع رستگاری، بشارت دادن به اینکه تو همون یتر علیه ما، یعنی اینکه آدم تو این زندگی تو این دنیا مغلوب در واقع خواسته های دنیایی نشید. بشارت میدن به اینکه اگر انسان راه فلاح و رستگاری رو پیش بیاره چه در واقع کمالی پیدا میکنه. و نذیرا و انذار دهنده هستن نسبت به اینکه انسان غفلت کنه، انسان از راه کمال باز بمونه. انذار دهنده هستن راجع به پلیدی ها و زشتی ها و اون در واقع صفاتی که میتونه انسان رو از هویت انسانیش و اون اهدافی که برای انسان براش خرج شده جدا کنه. آیه بعدی ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله. اما برانگیختیم در هر امتی رسولی ان اعبدوا الله، که خدا رو عبادت کنه. البته من توضیح بدم که این اهداف مثل یه زنجیره به هم وصله، یعنی این جدا جدا نیست که چیزی کنه، اینا یک پیوند ارگانیکی با هم داره. ولی تو هر کدوم از این آیات یه وجهی خداوند تکیه کرد. اینجا میگه که در واقع اون اهدافی که پیغمبر دنبال میکنه یکیش اینه که ختم شه و ان اعبدوا الله، یعنی خدا رو. تو آیان بود و داعیاً الی الله، پیغمبرها دعوت کننده به سوی خدا هست. عبد یعنی بنده، یعنی فرمانبر، یعنی اطاعت کننده. کسانی که دعوت پیامبران رو اجابت میکنن در مسیر عبودیت میفتن. عبودیت چی؟ خدا. تمام این عباداتی که در اسلام وضع شده برای این هست که در واقع ما رو در دایره عبودیت و اون تزکیه و در واقع حکمت و اینا قرار بده. یعنی نماز، روزه، حج، جهاد، اینها ابزارهایی هستن، وسیله هایی هستن که انسان رو در این دایره عبودیت میارن و تو اون دایره چرخشش میدن به طرف کمال و رستگار. وجتن بود طاغوت. اما عبادت خدا در مقابلش یه چیزی رو داره با اون که از طاغوت باید دوری کنه. طاغوت یا طغیانگری اگه بخوام معنیش رو به فارسی بگیم، شما دیدین که مثلا رودخونه یه مسیر مشخصی داره. حالا اگر یک سیل شدیدی بیاد و این از مسیر رودخونه در واقع آب خارج بشه، دیگه بهش میگن رودخونه طغیان کرده. یعنی طغیان معنیش اینه که از اون مسیر اصلی خارج بشه. طاغوت در واقع اون کسی است که این عمل طغیان رو انجام میده. خدا اینجا میگه وجتن بود طاغوت. یعنی پیامبران اومدن به انسان بگن که شما باید از طغیان و طغیانگری و از مسیر حق خارج شدن دوری کنید. چرا؟ برای اینکه برمیگرده به همون انسان شناسی که قرآن داره.
کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. انسان میگه طغیانگری میکنه که ان رآه استغنی، وقتی که مستغنی میشه، وقتی که استغنا پیدا مونه، حالا چه استغنای مالی باشه، چه استغنای مقامی باشه، هر چیزی. یعنی انسان ممکنه در شرایط عادی یه انسان خداپرست باشه، ولی وقتی این انسان صاحب مال شد، صاحب جاه شد، صاحب مقام شد، دست به طغیانگری و خروج از مسیر بزنه. یک بحثی رو دارن در واقع فلاسفه، میگن انسان موازش، حرکتش برمیگرده به جایگاهی که داره، منطق موقعیت بهش میگن. یعنی ممکنه که انسان در یک موقعیتی به یک گونه رفتار کنه، در یک موقعیت دیگه به گونه دیگری رفتار کنه. این منطق موقعیت میتونه انسان رو گرفتار کنه. طغیانگری ناشی از این منطق موقعیت. یعنی انسانی که در حالت استغنا قرار میگیره، اگر بتواند همون مسیری رو که قبلا طی میکرده طی کنه، اون انسان تونسته راه رستگاری رو پیدا. یک کتابی داره آقای مطهری به نام سیره نبوی. تو اون کتاب میگه که مهمترین ویژگی پیامبر و علی این بود که قبل از اینکه به این مقام برسن و بعد از اینکه به این مقام رسیدن، در رفتارشون ذره‌ای تغییر پیدا نشد. یعنی پیامبر همونطوری که در مکه زندگی میکرد، در مدینه هم همونطوری زندگی میکرد. همونطوری که در مکه، حالا قبل از بعثت و بعد از بعثت، با مردم نشست و برخاست میکرد، بعد از تو مدینه هم که رهبر جامعه بود همونطور بود. در حتما خونده نمه دیگه، میگن وقتی که در واقع پیامبر توی جمعی بود، اگر یه غریبه وارد میشد نمیتونست تشخیص بده که پیامبر کیه، برای اینکه اونم تو جمع میشسته بود و هیچ در واقع جایگاه خاصی برای خودش قائل نبود از این جهت که بخواد تفاوت در واقع چیز باشه. و حضرت علی در واقع این ویژگی انسانی است که به حق مداری رسیده، یعنی تونسته است که یک ثبات نفس مطمئنه پیدا کنه. حالا این طغیانگری هم شامل جامعه میتونه بشه و هم شامل فرد. مثلا در این سوره فجر است که اونجا میگه که الفجر و لیال عشر و شب و الوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم. این عاد یه قوم بوده، ارم ذات العماد یه قوم دیگه، الذی تا میرسه اونجا الذی طغوا فی البلاد. این قوم، این جامعه طغیان کردن، فصب علیهم ربک صوت عذاب، و به دلیل طغیانگری این جامعه خداوند عذاب براشون فرستاد. میتونه در شامل فرد بشه. اذهب الی فرعون انه حق. فرعون یه فرد بود که در واقع طغیانگری کرده بود. اینجا خدا به موسی میگه برو که باید بری سراغ، یعنی پیغمبرا باید سراغ طغیانگرا. اذهب الی فرعون انه حق. حتی طغیانگری یکی از ویژگی هاییست که میتونه شامل حال هر فردی بشه، شامل حال هر جامعه بشه. و وجتنب الطاغوت یکی از رسالت های پیامبران است که بیان به آدما بگن مواظب باش به طغیانگری نیفتی و اطاعت از طغیانگری نکنی. وجتنب الطاغوت، از طاغوت ها هم دوری کنی. این یک کوپل، یک زوجه و ان اعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت. اینا قابل جمع نیست. نمیشه هم ان اعبدوا الله بود هم با طاغوت خلاصه نشست، خلاصه شام و نهار خورد. بنده خدا کسی است که زیر بار هیچ طاغوتی نرود، زیر بار هیچ طغیانگری نرود.
و آیه آخر همه اینا هست لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این آیه یه ویژگی داره، یه تفاوتی با اون آیات دیگه داره. با اون که داره میگه لقد ارسلنا رسلنا، میگه ما همه پیامبران رو که فرستادیم بالبینات با معجزات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. میگه این پیامبرانی که ما فرستادیم با معجزات و کتاب و میزان برای این بود که لیقوم الناس بالقسط، مردم قیام به قسط کنن. نگفته پیامبران قیام به قسط کنن، یعنی پیامبران میان این بحثایی که کردیم رو تو جامعه انجام میدن تا مردم خودشون قیام به قسط بکنن. یعنی هدف غایی پیامبران از همه این مسیری که طی شده اینه که مردم به قیام به قسط بکنن و یک جامعه عادلانه بسازن. مردم، اونجا گفتیم پیامبر بعث فی الامیین، اینجا میگه ناس، یعنی توده مردم، اکثریت مردم قیام به قسط بکنن. و پیامبران خطابشون گفتیم توده مردم و ناس بوده و هنر پیامبران این بوده که بتونن مردم رو، توده مردم رو بیارن در مسیر حق و عدالت. لیقوم الناس بالقسط یعنی جامعه‌ای که پیامبران میخواستن بسازن، جامعه آرمانی پیامبران جامعه عادلانه است. این البته یه بحث در واقع جدایی رو میطلبه که آیا پیامبران اومده بودن حکومت درست کنن یا نه. خیلی از در واقع صاحب نظران و مفسران اینا میگن که پیامبران به طور خاص نیومدن حکومت درست کنن، حتی الگوی حکومتی نداشتن، بلکه پیامبران اومدن انسانها رو آموزش بدن، تربیت بکنن. چون همه اینا که ما اینجا بحث کردیم از جنس آموزشه، از جنس تربیته، از جنس آموزش و پرورشه. یعنی این تلاوت آیات، تزکیه، تعلیم کتاب، همش در واقع با روح و روان انسانها سر و کار داره. پیامبران اومدن انسانها رو آموزش بدن، تربیت کنن، خود اینها راه رو پیدا میکنن و خود اینها هستن که میرن جامعه عادلانه میسازن با عقلشون، با درکشون، با تربیتشون و خودشون مدل حکومتی درست میکنن. یعنی پیامبران به ذات و ماهیت انسانها سر و کار داشتن. میخواستن از این انسانها یک انسان نو بسازن، یه انسانی که بر مدار حق حرکت کنه. اون در واقع وقتی آدم طغیانگر نباشه یعنی در مسیر درست حرکت میکنه و میره به سمت اون هدف که کمال در واقع است. ما میدونید که وقتی ما میگیم خدا یا حالا به تعبیر چیز بی نهایت، این مسیری است که انتها نداره. یعنی هر پله‌ای که بری بالا باید یه پله باز بری بالا. یعنی هیچ چیزی نیست، بنبستی نیست، هیچ راه بسته‌ای نیست، چون راه باز است. در مورد جامعه هم همینطوره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که مثلا الان جامعه بشری حالا با همه این چیزی که هست مثلا رسید به یک دوره تمدنی چیز. نه، این جامعه بشری اینقدر ظرفیت و در واقع امکان رشد و گسترش داره، میتونه خیلی مسیرهای دیگری رو بپیماید. لیقوم الناس بالقسط. پس هدف غایی پیامبران ساختن انسانهای عادل، عدالت طلب و جامعه عادلانه است. با همه اون یعنی این ویژگی‌های دیگه هم تو اون جامعه تجلی پیدا میکنه. انسانهایی که در جامعه عادلانه هستن حتما انسانهای پاکی هستن، حتما انسانهایی هستن که دائم به خودشون انذار میدن، دائم به خودشون بشارت میدن و این سلسله رو طی میکنن. این مجموعه در واقع اهدافی است که پیامبران تو قرآن خداوند میگه که دنبال میکردن. این شکلی هم که من کشیدم خواستم در واقع نشون بدم که اینا کاملا یه پیوند ارگانیک و پیوسته با هم دارن و دائما در حال به قول ما تبادل انرژی هستن، تبادل
رفت و برگشت هستن، یعنی انسان تو این دایره داره حرکت میکنه تا خودش رو به مقام انسانیت و کمال برسونه. من خدمت دوستان هستم اگه سوالی چیزی بود، اگرم نه که یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل